کارهای چالاک شدم من ببینم برامت اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای غمخوار و رعیت پرور ملت، سرور معرفت پیشه دولت، جنابی عالی محترم امام علی رحمان، قبل از همه قدم پر از فیض و برکت شما پیشوای معظم کل تاجیکان جهان را به بدخشان خیر مقدم گفته جشن وحدت ملی را به شما جناب عالی و در سیمای مبارک شما با کل هملتان عزیزم شاد باش میگویم. محترم پیشوای مردم پرور ملت، بنده شینه معبد قدم هستم، خواننده صنف دهمی مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر خاروخ. غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامینه ادبیات بچگانه در سال تحصیل 2020 همزمان پس از 3 سال برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات کلاسیک. برای کمینه مایه افتخار و اقبال بزرگ است که بار دوم در حضور مبارک پیشوای عاقلمان سخن میگویم. 4 سال پیش مؤثرم گردید که از هدایت‌های پدرانه مهرآمیز شما پیشوای خردمند تاجیکان بهره‌مند گردم. شما پدر بزرگوار ملت، کمینه و در شخصیتم کل نورسان وطنی عزیزمان را هدایت به تحصیل اعلا، انتظام نمونوی، دوست داشتن تاجیکستان محبوب و مقدسات ملی، حفظ و حمایه و هرچی بیشتر معرفی نمودن آنها نمودید. همه کامیابی و موفقیت های خویش را محترم جناب عالی با اعتماد کامل میگویم که کمینه و میلیون ها از همسالانم از شرافت سیاست خردمندانه، میهم پرورانه و معارف دوستانه پیشوای ملت دوست و وطنسازی ملتمان میدانیم. قلباً احساس عمیق می نمایم که پیشوای معظم ملت در سیمای ما نسل نورس و جوان ثمره سیاست درست و زحمت شبانه روزی و فداکاری های خویش را دیده بسا خرسند می شوند. الهام میگیرم، الهام خسته شوی خودم فراموش میکنم. و در نوبت خود ما پیروان صادق شما احساس نصرت و رفاهیت و مسرت و شادی پیشوای محبوب خویش را دیده روح الهامی دیگر میگیریم و سعی تمام بران می نماییم که از هر وقت دیده بیشتر و بهتر تحصیل نماییم تا وارثان سزاوار شما محترم جناب عالی باشیم و همچون متخصص ورزیده به کمال رسیده برای شکوفایی بیشتر تاجیکستان عزیزمان خدمت مناسب نماییم. برای مهیا ساختن حیات خرم و شاد، شرایط مساعد تحصیل و برای خدمت‌های بزرگتان با شما پیشوای نکوکار ملت با صمیمیت و محبت فرزندانه اظهار سپاس و منتداری بی پایانم را بیان می سازم و شرفمندانه بر زبان می آورم. شاد زی ای پیشوا، غمخوار هر انسان تویی، در تن ملت گرفته جای مثل جان تویی. خلق میگوید یکایک با هزاران افتخار، پیشوای عادل و با فضل و با وجدان تویی. تشکر به دقت شما. 4 جایزه را کی گرفتی؟ سال 2024. چند اثر خوندی؟ از خودی ادبیات کلاسیک محترم جناب عالی زیاده از 120 غزل، 400 بیت داستان، 300 بیت قصیده، 200 بیت از دیگر نوع‌های شعری، 30 اثر نثر کلاسیکی، 20 اثر نثر روایتی را مطالعه نمودم. ولی غیر از این وقتی که در سال 2020 سزاوار جای اول گردیدم از روی ادبیات بچگانه زیاده از 200 شعر، 200 اثر کتاب بچگانه و اینچنین به خواندن اثرهای ادبیات جهان و معاصر نیز مشغولم. راست